مثلا اگر ماهور 2 رو اینجا نگاه کنیم، درجه دومش که ری باشه داد رو میبینیم و درجه سومش بیت لور، درجه چهارمش حصار، درجه پنجمش خاوران، فیلی، شکسته، دلکش. همینطور سایر دستگاه ها رو میتونید نسبت به همین تونالیته 2 میبینید که شور در درجه سوم قرار گرفته و مثلا در ماهور 2 شور می خواهیم داشت. و اگر بخوایم شور 2 رو هم بررسی کنیم، میتونیم دایره رو بچرخونیم و بیایم شور رو نسبت به تون 2 بررسی کنیم. همینطور همایونش هم متناسب با همون قرار داده شده، اما سگاه در درجه دوم شور قرار داده شده و چارگاه در درجه چهارم شور قرار داده شده. و ما میتونیم ببینیم که به عنوان مثال زابل سگاه که در درجه سومش هست نسبت به سگاه ره کرون افتاده روی فا. و اگر بخوایم سگاه رو باز